امروزها بسیار زنان تاجیک پس از تولد مدت رخصتی گرفته سپس به جای کار خود برمیگردند. پیوستن نقش مادر و نقش کارمند هرچند آسان نیست ولی بسیاری ها آن را موفقانه انجام می‌دهند. مهم آنکه برای کودک هم نگاهبینی موافق تامین شود، هم پیوند او با مادر حفظ گردد. اگر شما مادری باشید که به کار برگشتنی هستید، پیشکی نقشه کشید که در نبودن شما کودک در نگاهبینی کی میماند. در کشور ما معمولا این کار را مادر کلان یعنی بیبی یا خواهران کلانی و دیگر خویشاوندان به عهده میگیرند. اگر چنین دستگیری اولیوی هست، خیلی خوب، کودک با شخصی به خود نزدیک و باورناک میماند. در صورت نبودن چنین شخص باید پرستار دائمی کودک یا یسلی یعنی گروه کودکان تا 3 ساله در کودکستان جستجو کنید. هر دو حالت مسئولیت بزرگ است. باید پرستاری را یابید که باورناک و صاحب تجربه باشد یا یسلی با اعتماد و نزدیک را انتخاب کنید. یک مشکل معمول برای مادر کارگر این جدا شدن از کودک نوزاد در طول چند ساعت روز است. برای سبک کردن این جدایی کوشش کنید هر دمی که از کار برگشتید وقتی با صفت را با فرزندان گذرانید. مثلا شامگاهان به واسطه به کارهای خانه مشغول نشوید. اول به کودک وقتی پوره جدا کنید. او را به آغوش بگیرید، ببوسید، با او بازی کنید. کودک می تواند اول ناراحت یا انجیق باشد که چرا مادرم رفته بود، اما شما با مهربانی و توجه خود این احساس را زود رفع میکنید. اگر هنوز کودک شیر میخورد، ادامه دادن شیردهی بعد کار نه تنها غذا بلکه رابطه شما را نیز نگاه می‌دارد. بسیاری از مادران روزانه پیش از به کار رفتن سینه شیرکش استفاده کرده شیر می‌دوشند و برای کودک میمانند تا نفر در خانه به کودک بدهد. این هم یک راه تامین کردن غذای مادری و پیوند غیر مستقیم با طفل است. مهم آن است که خودتان را با حس گناه اذیت زیاد ندهید. کودک شما فهمیده است و قبول میکند که مادر کارش را میکند و همیشه نزد او برمیگردد. هزاران مادران کارگر چنین راه را گذشته و فرزندانشان را سالم و خوشبخت تربیت کردند. شما مادر کارگر هستید. اگر ها، کودک شما را کی نگاه میکند و بعد از کار وقت خود را با فرزندتان چگونه سپری میکنید؟ شرح شما را در کامنتاری انتظاریم. یادآور میشیم که سرپرستی برنامه ما شرکت لین دوید می باشد. لین دوید، طرز حیاتی سالم از تو وابسته است.